دوستان عزیز، ما در سفریم همراه استاد حاجی دوستمراد. سلام علیکم، زنده باشید. اینجا کوپکی بودم گذر بودای. همونم سبب اساسی همین استاد بود که با دیگر آدما ما را پیوست کردن. این طرف نگاه میکنی همین قدر پست اسم میگردی تماما نگاه میکنی میگوی یک قدم هم پیش نرفتم. دوستان عزیز، ما در سفریم همراه استاد حاجی دوستمراد. سلام علیکم، زنده باشید برادر. سلامت باشید استاد. ما راستی گپ در چند نوار گفته بودیم، بازم تکرار با تکرار میگیم که در همین راهی که ما رفتیم بلاگری و در راه یوتیوب استاد بینیوت سهم بزرگ گذاشتگیان در همین کارم. خیلی که شما میدونید دوستان عزیز، غیر ما چندین شاگردا را همین راه دا بردگی، خیلی بعضیش روی راست بعضیش بد شدگی، نه که کسی که در راه راست تا حاضر دعاش میته. این هم ایام شاگردایش که با تربیه سخت می نداره. زنده باشه. من راستی گپ چی شاگردایی که مقصد دهقان بچه اینه و دیگر مقصد گرگالی و موگام با خیلی که مودهاش نمیگیم. ما هم نرواش کار داره. یک دو درک ما برای فوتبال، یک دو درک دیگه ما مقصد برادرها را هستن، برادرایی که سهم خشونه در خلق میرسونن. ما دعا میکنیم که همه وقت سربلند باشن و همه وقت دستگیر یکدیگر باشید، در جای باشید نباشید، همین قامت همدیگر دراز باشید، زنده باشید، سلامت باشید. ما در وقتی که انمی انتخاب کردیم کسب بلاگری را، سرول یکم چیزا نمیفهمیدیم، در راه یوتیوب پرسان کردیم این شور چندین کسا را. بعد چندین کسا هم سویت گرفتیم برای رکلام، برای ایش اوش پیش چندین آدمو سرخمی هم کردیم. باور کن یک چیزایی گفتن، یک شرطای مونده بودن که در روز روز ما امکان نداشتیم. همین سبب اساسی که ما همین راه را صدقاً گرفتیم. من استاد زنده باشید حاجی دوستمراد که به نهایت ما را باوری قطعی گفتن که همین کارا میکنی، میای پیش ما دستگیری میکنیم. بعد خیلی درجه با بسیار انسانای خوب بسیار پیدا شدن. همونم سبب اساسی همین استاد بود که با دیگر آدما ما را پیوست کردن، راهاش یافتیم، دستگیری کردن. برادرها سخت می نداریم. سربلند باشین دوستان عزیز. میریم با تماشا. دوستان عزیز، نزدیک شدیم با همون کوهی چندختران. در اینجا یک چشمه بوده به نام امام اعظم. گردوانش خیلی پوز آزاده در اینجا. بعد خون بنده خیلی کشته ماندگی برای همین او وقت خوردن. بسم الله الرحمن الرحیم. رنگ همون اوای مغازینی های پول میته میخریم هم خیلی یک خوری کنید مزهش هم ناز. کسی که میگذره حتما ای او چشیده بعد بگذاریم. انا یک کوپرک برادرو ماستی که فقط یک ماشین میگذره. نگاه کنین، اگر آدم هم که راست بیسته در این برش جا نمیگیره. فقط ماشین مایده، ماشین بارکش پارتر ممکن بره و ماشین کلان نمیتونه. راه دارو پایان ماشین کلان پایان قد میره. فقط برای ماشین مایده بوده. خوش آمدید به چیل دختران. انا نزدیک آمدیم. نه در خط سنگ بودن تو سنگ نیست. سنگ یا میرا بینی یا کمازه نمیشه مایده که سی کماز میشه. برادرو خیلی راه هم داره. ای انا اینجا چیزی اینترس نی بوده. اینجا کوپکی بودم گذر بوده. تخت چکل میگذارن نمعلوم دیگه.
وقتی جمعو تو میگذشتم وقتی دوره سلامت میشوه ها مردم اونتا میروه اینه بالا ببینیم. چیل دختران ای آنها چیل دختران اینجا نمایان های باز میریم پیشی چیل دختران با دقت تماشا کنین که کدام شما دا معقول میشوه دوستان عزیز تای همی کوی چیل دختران رسیدیم سببی که کم ترک او گردالود مخصوص همی طرف قدرت پروردگار این طرف با درجه روشنه ببینید چه خیلی روشنه این طرف کم کم گردالود اینجا بافرم که مردم بسیار میاد مایوفکا و دامگیری و اینجا دیگدون کدگی علو موندگیان را هم خیلی راست میتونه که همه کتا داره ای وجود دستمرو دانه اوجا رفت